حتی اگر من بیکسترین دختر زمین باشم و هیچ کس رو نداشته باشم که بهم کمک بکنه، یک چیز میتونه به من دلگرمی بده، اینکه خدا رو دارم و میدونم اگر هدفی داشته باشم برای این هدف تلاش بکنم، هر روز حاضر باشم، شکستام رو بپذیرم، باز ادامه بدم و صبوری بکنم و ایمان داشته باشم به یک نیروی برتری که مراقب منه. اون خدا برای من بهترین دستهاش رو، قوی ترین دستهاش رو میفرسته که به من کمک کنن. انقدر این زندگی جذاب و قشنگه وقتی یک ایمانی داری، انقدر تو بدترین جاها اگه من خانواده ندارم، کسی ندارم کمکم بکنه، حمایتگری ندارم، یه آدم غریبه رو میفرسته تو زندگیت و چنان بهت کمک میکنه اون آدم غریبه که با خودت میگی که از کجا اومد، چجوری شد، این دنیا چجوری داره کار میکنه. حتی اگر من بیکسترین دختر زمین باشم و هیچ کس رو نداشته